با سلام خدمت همه علاقه‌مندان به بازار فارکس و کانال یوتیوب کلاب گورکا. امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه. با یک ویدیوی خیلی جذاب از استراتژی آقای فولر در خدمت شما عزیزان هستم. اون کسایی که توی دوره آموزشی من شرکت کردن میدونن که من همیشه توی هر دوره آموزشی سبک آقای فولر رو هم آموزش میدم، چون استراتژیش به شدت راحت و آسونه و از طرفی هم با وین ریت 70% که داره، اونم به صورت مستمر، همیشه تونسته که سودای خیلی خوبی رو برای خود من و شاگردهام رقم بزنه. ما برای سبک آقای فولر دو تا مووینگ اوریج نیاز داریم که یکیش مووینگ 8 هستش، یکیش هم مووینگ 21. مووینگ به اصطلاح 21 و 8 باید حتما متدشون به صورت اکسپوننشیال باشه که حالا من مووینگ 21 رو به رنگ آبی و مووینگ 8 رو به رنگ قرمز براتون توی چارت قرار میدم که متفاوت باشن. خب مووینگ عدد 8 با رنگ قرمز. توی سبکای کلاسیک، مثلا توی کتاب جان مورفی تحلیل تکنیکال آقای جان مورفی، میان میگن که یا افرادی که دارن تحلیل تکنیکال کلاسیک رو تدریس میکنن میگن که زمانی که مووینگ قرمز مووینگ آبی رو به سمت پایین یا به سمت بالا بشکونه ما وارد ترید میشیم، در صورت که اصلا این نوع روش ترید با مووینگ اوریج ها کلا منسوخ شده. اصلا کتاب تحلیل تکنیکال آقای جان مورفی هم منسوخ شده و حالا خیلی شاید مثلا توی دوره های ما 10 سال پیش 15 سال پیش که ما مارکت رو شروع کردیم، حدود تا اون تایم شاید مثلا با تحلیل تکنیکال جان مورفی اومدن آموزش تحلیل تکنیکال رو شروع کردن، ولی همه میدونن که این کتاب کلا منسوخ شده است. چیزی که توی سبک آقای فولر وجود داره پرایس اکشنه و ایشون با اینکه داره مووینگ اوریج کار میکنه ولی با این حال باز هم این سبک پرایس اکشنه و اصلا تحلیل تکنیکال کلاسیک توش وجود نداره. چیزی که توی سبک آقای فولر وجود داره میگه که شما زمانی که مووینگ قرمز مووینگ آبی رو مثلا روی پایین شیکون، حالا شما یک روند نزولی دارید، صرفا از مووینگ ها استفاده میکنه برای تشخیص روند صعودی یا روند نزولی مارکت. زمانی که برای ما مشخص شد که روندمون نزولی یا صعودی، باید منتظر اصلاحات قیمت توی مووینگامون باشیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه مارکت میاد یک حرکت رو به پایین رو میزنه مثل اینجا و بعد اصلاح میکنه به سمت بالاتر، اصلاح میکنه به جهت مخالف. زمانی که اصلاح ما انجام شد روی مووینگ مخصوصا آبی، چون مووینگ آبی بر ما خیلی مهمتره، ما دنبال کندل های پینبار میگردیم و کندل های پینبار رو توی مسیر خودمون شناسایی میکنیم. حالا من توی این چند ساله بر اساس تجربیات که توی این استراتژی دارم، کندل های پینبار خیلی مهمن، کندل های همر هم توی مارکت جواب میدن، اما تفاوت هایی بین کندل پینبار و کندل همر وجود داره که من الان خدمتتون توضیح میدم که چه تفاوت هایی بین کندل همر و پینبار توی مارکت وجود داره. ببینید زمانی که شما یک کندل پینبار رو میخواید شناسایی بکنید، کندل پینبار باید حتما شادوش بالای 2.5 برابر بدنه باشه. اگه مثلا ما بدنمون 10 پیپه، باید حداقل شادوی ما بالای 25 پیپ باشه که بتونیم بگیم این یک کندل پینباره و ترجیحاً شادوی بالاش نباید بیشتر از 20% بدنه باشه. یعنی اگر مثلا شما یک بدنه 10 پیپی دارین، نباید دیگه اون شادو بیشتر از مثلا 2-3 پیپ باشه. اگه بیشتر بخواد باشه دیگه میره به سمت کندل های داجی، اصلا دیگه پینبار محسوب نمیشه. به غیر از اون کندل همر تفاوتش با کندل پینبار دقیقا روی شادویی که داره تشکیل میده داره. شادوی کندل همر معمولا کمتر از 2.5 برابر بدنش هستش. اگر مثلا بدنه شما حدود 10 پیپه، باید مثلا کندل همر 15 پیپ باشه شادوش. اون موقع میتونیم بگیم که این کندل همر یا اینورتد همره، که تفاوت بین این دوتا بیشتر روی قدرت خریدارها و فروشنده هاست. معمولا کندل های پینبار مارکت رو به صورت خیلی پرمومنتوم تری هول میدن به یک سمتی تا کندل های همر قدرت کمتری دارن. این یعنی اینکه خریدهای کمتری توی اون ناحیه و اون نواحی انجام شده. فقط یه نکته دیگه رو راجع به کندل استیک ها و کندل همر و پینبار من بهتون بگم. معمولا کندل همر و پینبار باید توی اصلاح باشن،
نه توی قله یا توی حفره. زمانی که ما مثلا توی کفی دنبال یک کندلی میگردیم، اونجا دیگه برای ما کندل پینبار، کندل همر نمیتونن خیلی حائز اهمیت باشن توی این استراتژی. پس ما اولین کاری که میکنیم دنبال یک اصلاح میگردیم. پس باید اصلاح اول انجام بشه، بعد بریم سراغ کندل های همر یا پینبار. چیزی که ما توی این سبک داریم میبینیم، یک حرکتی انجام شده، مووینگ قرمز، مووینگ آبی رو به پایین شیکونده، مارکت یک اصلاحی انجام داده. زمانی که اصلاح انجام شد، ما دنبال کندل های همر یا پینبار میگردیم. کندل پینباری که ما داریم اینجا میبینیم این کندله. زمانی که ما کندل پینبار یا همر رو توی مسیر خودمون دیدیم، وارد یک پوزیشن سل میشیم و نحوه ورود به معامله بر اساس کندل پینبار هم به دو صورته. یکیش روی 50% کندل پینباره، یکیش بعد از شکست کندل پینباره. به چه صورت؟ اگر این کندل پینبار باشه، اگر کندل پینبار باشه، 50% شادوش برای ما خیلی اهمیت داره. پس منتظر میشیم که قیمت برگرده به 50% شادو و بعد ما وارد معامله بشیم. این یک سبک از ترید روی کندل پینباره. سبک بعدیش هم اینه که زمانی که قیمت اومد کندل پینبار رو به سمت پایین شیکوند، روی کندلی که میشکنه ما وارد ترید میشیم. اگر مثلا برفرض این یک کندل نزولی باشه، ما دقیقاً اینجا وارد ترید میشیم، با پوزیشن سل میگیریم. که این دو روش به صورت آمار و احتمالات هر دوش خوبه، نمیتونیم بگیم که کدومش از اون یکی بهتره، چون کلا فارکس و بازارهای مالی همش بر اساس آمار و احتمالات و نسبیته. حالا یه سری دوستان میان رو 5% شادو وارد میشن، یه سری دوستان میان بعد از شکست وارد میشن. این تصمیم گیری دیگه با خودتونه. زمانی که شما کندل پینبار یا همه رو در اصلاح مارکت دیدین، میتونین که بعد از دیدن این کندل وارد پوزیشن سل بشین. استاپ لاستون هم بذارین ترجیحاً اندازه کل شادو رو علامت بزنید. مثلا اگر شادو شما بر فرض مثال، ببینیم این شادو چند پیپه، این شادو حدود 15 پیپه، شما بیا استاپ لاس خودتو بذار 15 پیپ بالاتر به علاوه اسپرد. مثلا اسپرد رو طلا، حالا روی بروکر مثلا آی تی بی حدود 3 پیپه، حدود 2.5 پیپه. شما اگر 15 پیپ میخوای استاپ بذاری، بیار استاپتو بذار مثلا رو 17 پیپ مثلا بالاتر بر اساس شادویی که اون پین باره داره. استاپتو که گذاشتی، اون موقع حالا میتونی تی پی های 1 به 2، 1 به 3، 1 به 4 هم بگیری. معمولا اولین تی پی که ما میذاریم روی اولین صف یا اولین کفیه که توی مارکت وجود داره. خب این اولین کفیه که داریم ما میبینیم توی مارکت و حدود مثلا اگر استاپ شما حدود 15 پیپ باشه یا 20 پیپ باشه، حرکتی که شما میگیرید حداقل 40 پیپه، یعنی 1 به 2 رو این استراتژی راحت به شما میده. ببین بحث ریسک بریوار توی مارکت هم خیلی مهمه. سعی بکنید توی معاملاتی وارد بشید که حداقل 1 به 2 رو برای شما داشته باشه. اگر شما رو 50% کندل پین بار بخواید وارد بشین، ریسکش بالاتره، استاپش کوچیک‌تره. ولی اگر بخواید بعد از شکست اون کندل وارد بشین، ریسکش کمتره ولی استاپ بزرگتره. تفاوت بین 50% یا شکست کندل پین بار فقط بر اساس ریسک بریواردی که داره مشخص میشه، چیز دیگه ای نداره. ولی بریم جلوتر، باز هم مثالای خیلی بیشتری رو ببینیم. ببینید زمانی که مارکت اومد اصلاح انجام داد، میتونه مجددا اصلاح بکنه. مارکت میتونه مجددا اصلاح بکنه. الان ما دوباره یک کندل پین بار، یک کندل همر اینجا داریم، میتونستیم باهاش وارد بشیم. یک کندل این دوجیه، چون شادوی پایینش بیشتر از اون 20% که خدمتتون گفتم. دوباره یک کندل پین بار هم اینجا ما داریم که بعد از کندل پین بار دوباره میتونید وارد پوزیشن سل بشین. یعنی تو یک روند شما میتونید یه بار، دو بار، سه بار، بعضا 4 تا 5 بار تو یک روند وارد پوزیشن در جهت روند بشید. خوبی این استراتژی اینه که دیگه نه بحث شکست مطرحه، نه بحث برگشت مطرحه. تنها چیزی که مهمه در جهت رونده که شما بتونید در جهت روند ترید بکنید، که به نظر من استراتژی در جهت روند از همه استراتژی ها میتونه وین ریت و برآیند مثبت‌تری داشته باشه. بریم جلوتر، باز هم این استراتژی رو تست بکنیم، باز هم ببینیم که چه مثال هایی میتونیم داشته باشیم. الان مووینگ قرمز اومده، مووینگ آبی رو به بالا شیکونده، اما پین باری که ما داریم اینجا میبینیم،
پین روی اصلاح این پین و خود این پین روی مووینگ آبی یا رو مووینگ قرمز برای ما تشکیل نشده. پس این اصلا اصلاح نیست. وقتی شما یک لگ دارین باید صبر بکنید مارکت اصلاح بکنه. پس هیچ اصلاحی رو ما اینجا نمیبینیم. پس نباید ورود بکنیم به ترید و نباید ورود بکنیم به معامله. باید صبر بکنیم که مارکت دوباره یک حرکت جدید بزنه، اصلاح بکنه و بعد از اصلاح ما وارد ترید بشیم. بریم دوباره مثالای بعدی رو ببینیم. ما دوباره یک روند نزولی داریم. مارکت یک روند نزولی داره. صبر میکنیم که این روند نزولی اصلاح بکنه، برگرده دوباره رو به بالا. اگر که برگشت رو به بالا و برای ما اومد کندل مثلا پین بار یا همر داد، ما وارد پوزیشن سل میشیم که توی این اصلاحات هیچ کدوم از این اصلاحات و هیچ کدوم از این کندلا کندل همر یا کندل پین بار نیستش که بخواد ما رو وارد معامله بکنه. بریم دوباره جلوتر. البته یک نکته ای هم بگم خدمتتون. استراتژی آقای فولر فقط ورودش فقط به پین بار یا همر محدود نمیشه. ایشون با اینساید بارها هم وارد ترید میشه. اینساید بارها معمولا سودهای خیلی بیشتری نسبت به پین بار و همر دارن که من توی ویدیوی بعدی توضیح میدم که چطوری تو این سبک بتونید با اینساید بارها هم ترید بکنید، چون سود اصلی آقای فولر بر اساس اینساید بارها هستش. اینساید بارها خودش یه دنیاست. یعنی من در ویدیوی بعدی سعی میکنم که اینساید بارها رو به صورت کامل به شما توضیح بدم و بعد در نهایت مثالهاش رو بتونیم با هم دیگه در ویدیو بعدی ببینیم. بریم ادامه بدیم تست این استراتژی رو و ببینیم که این استراتژی کلا چطوری باش ترید بکنیم و چطوری باش کار بکنیم. مورد دیگه که وجود داره اینه که خب این استراتژی استاپ هم داره، استاپ هم میخوره، ولی در مجموع مثلا شما 10 تا ترید میکنید، 7 تا 6 تاش درست در میاد و مجموع ریسک پریوارد های 1 به 2 که به شما میده، مثلا داره به شما میده 40 پیپ مثبت، 10 پیپ 20 پیپ منفی، هیچ ایرادی نداره. برآیند شما تو 10 تا ترید 6 تاش مثبته. پس میشه که چی؟ مثلا شما روی $100 $60 سود میکنید. این خیلی خوبه. ما دوباره یک روند صعودی داریم. مووینگ قرمز اومده مووینگ آبی رو به بالا شکونده، اصلاح کرده، یعنی اومده مووینگ آبی رو مووینگ قرمز مووینگ آبی رو به بالا شکونده اصلاح کرده و ما اینجا کندل پین بار داریم. اگر برفرض شما با این کندل پین بار بخواید وارد بشین، خب اولین تیپی شما رو قله است. اگر کسایی که بخوان با ریسک کم با سود کم از معامله خارج بشن، خب این معامله باهاشون با سود بسته میشه. اون کسایی که میخوان ریسک ریواردهای بیشتری بگیرن، سودهای بیشتری بگیرن، پس به مراتب استاپشون میخوره. ولی یه نکته ای هم بگم خدمتتون، چون اولین قله برای ما مهمه، من خودم شخصا نگاه میکنم ببینم اصلا این ترید، این پوزیشن آیا این ارزش رو داره که من واردش بشم یا نه. ولی برفرض اگر ما همه اینا رو در نظر نگیریم، فوقش اینه که ما یه استاپ میخوریم. زمانی که استاپ میخوریم باید صبر بکنیم که مارکت دوباره بیاد در یک جهت حرکت بکنه، توی اصلاحات به ما پین بار بده یا همر بده. مثل اینجا الان مووینگ قرمز اومده مووینگ آبی رو به پایین شکونده، یک همر به ما داده و ما با این همر وارد پوزیشن سل میشیم. همونطوری که میبینید مارکت بعد از اون خیلی ریزش داشته، خیلی ریخته. اگر شما بعدها اصلا این فرصت هم از دست دادین، یا مثلا توی سشن آسیا بوده یا توی مثلا اوایل لندن بوده یا هر چیزی، این پوزیشن از دست دادین، روند همچنان نزولیه. شما توی پوزیشن‌های بعدی میتونید در نظر بگیرید که مارکت دوباره کجا اومده پین بار یا همر داده و بعد از اون وارد پوزیشن سل بشین. که البته خود آقای فولر، سبک استراتژی آقای فولر روی این اینساید بارها هم میتونسته پوزیشن‌های سل خیلی خوبی بده. یکی اینجا یکی اینجا اینساید بار داشتیم، یکی اینجا اینساید بار داشتیم، یکی اینجا اینساید بار داریم که من تو جلسه بعدی بهتون توضیح میدم که چطوری با این اینساید بارها بتونید وارد ترید بشین، چون خود اینساید بارها هم فیکی داره. خیلی استراتژی جذابیه، خیلی خوبه. یعنی اصلا روش ترید با اینساید بارها خیلی جذاب‌تر از روش ترید با پین بار هاست. توی این روند همچنان شما میتونستی که وارد دوباره پوزیشن سل بشین بر اساس پوزیشن ها و بر اساس استراتژی هایی که وجود داشته، بر اساس کندل هایی که وجود داشته. شما میتونستی اینجا مثلا وارد پوزیشن سل بشین، یا مثلا بیاید اینجا روی کندل این کندل مثلا وارد پوزیشن سل بشین و سودتون رو از مارکت بگیرین. ولی بریم جلوتر ببینیم که دوباره کجا به اون موقعیت داده. من حدود چند تا مثال دیگه هم براتون بزنم و بعد در نهایت آماده بشین که بتونیم این رو به صورت ریل هم شما برید تست بکنید. نتایجش رو حتما حالا یا توی کامنت ها یا توی کانال تلگرام ما یا به ادمین اعلام بکنید. اگر سوالی هم داشتید میتونید بپرسید.
دوباره اینو استراتژی اومده توی سشن آسیا به ما یک روند نزولی رو داده، منتها اصلاحاتی که انجام داده هیچ کدوم به ما هیچ پینبار همر یا به اصطلاح هیچ کندل همر یا پینباری به ما نداده. توی فرصت بایش هم به همین صورت، تا زمانی که مارکت اومده جلوتر موارد رنج رو رد کرده، توی بعد از رد کردن مواقع رنج اومده دوباره یک حرکت نزولی به ما داده و بعد در نهایت ببینید اینا هیچ کدوم کندل پینبار یا کندل همر نیست. این شادو خیلی بیشتر از بدن است، این شادو خیلی بیشتر از بدن است، اینا کندلای داجیه. پس اینجا هم به ما موقعیت ورود نداده. تنها جایی که ما موقعیت ورود مارکت میتونسته بده توی پوزیشن بای بوده. زمانی که ما یک حرکت یک روند صعودی داشتیم، مارکت اومده در مواقع صعودی به ما پوزیشن های بای رو داده. مثلا شما میتونستید اینجا با این دیدن این کندل پینبار وارد پوزیشن خرید بشین تا سقف ببندین، یک اسکالپ ریز بکنید، یا مثلا میتونستید که حتی توی این مواقع رنج هم به ما فرصت های معاملاتی نداده که ما بخوایم باهاش وارد بشیم. در نهایت جلوتر یک روند صعودی خیلی قوی تری داشتیم که اینجا به ما فرصت خرید داده با این کندل پینبار و میتونسته که تا این سقف هم به ما فول تارگت رو بده. یعنی تا سقفی که ما اینجا انتظارش داشتیم میتونسته که به ما فول تارگت رو بده. سعی بکنید که هر استراتژی که حالا چه من چه حالا افراد دیگه بهتون آموزش میدن حتما اونو تستش بکنید. حالا من نرم افزار تست رو هم در قالب یک ویدیو براتون آماده میکنم که شما یاد بگیرید که تو بازار فارکس چطوری بیاد استراتژیتون رو تست بگیرید و بک تست بگیرید. اون استراتژی چطوری میتونه به شما سود بده، آیا اون وین ریت لازم رو به شما میده، اون سود رو به شما میده، تو طول زمان چطوری میتونه اون استراتژی عمل بکنه. همه اینا رو تست بکنید. این استراتژی رو ما قبلا تست کردیم، هم خودم هم شاگردام تست کردن، باهاش ترید کردیم، رباتش رو نوشتیم، امتحان خودش رو پس داده. فقط این بازار فارکس، چه حالا چه فارکس چه کریپتوکارنسی چه هر بازار دیگه، مثل گیم میمونه، مثل یک بازی میمونه. شما این آمار احتمال رو باید هی تکرار بکنی، این استراتژی رو هی باید تکرار بکنی، انقدر باید تکرار بکنی که بتونی به خود مسلط باشی، بتونی که یک برآیند خوبی داشته باشی. و اینکه حالا دوبار استاپ بخوری یا دوبار سود بکنی نتیجه یک استراتژی بد یک استراتژی خوب نیست. هر استراتژی میتونه خوب باشه به شرط اینکه شما تمامی قوانین و مدیریت سرمایه روش رعایت بکنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.